خاموشش کن اسنو. کمک کنین خاموشش میکنه. بله در شفاخانه خو آمدی؟ یک بار در محلمون بیا. در کجاستی؟ در فابریکه سنگ تراشی. بچه شما هم اینجا باشین تا 1 ساعت دیگه اگر زنگ نزدم بسازانشم. ما رفتم اسنو. امداد بازش کن. عبدالحی تو بشوله بیبی که از اونجا فرار نکنه. درست است رئیس. بگی ببین که کی است. رئیس پولاد علمدار است. پولاد علمدار و افرادش از اینجا زنده نبره. درست است رئیس.
فهمیدم نفر تو به تنهایی خودی کار نکده او دوست خلافکارش پیره در این کار دخیل ساختن ها خرابات نظر به گپای پوسات میگم فرهاد میخواد جواهر به مرمی بزنه و پوسات مانع شده پوسات کجاست؟ به همین خاطر زندگیش بخشیدم فعلا خو حساب ما و شما خلاص شد اگه جواهر دوباره سر پای خود استاده نشه اگه خدای ناخواسته او بمره باز حساب ما دوباره باز میشه ززا طرف عشق چشم کسی سعی نمیکنه ززا فقط یک چیز برات میگم از این بابا دنیا برای هر دوی ما تاریک است ززای قدر بزرگ است که روشنی پیدا کنه تو امروز میگی ماماتی پوسات 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 زنده است کمک کنسنا تحمل کن بچه تحمل کن اسنو سرعت بگیر تحمل کو بچه تحمل کو علی مماتی را با دستای خودم دفن کردم تو را دفن نمی کنم تو مرا دفن میکنی تحمل کو حالا اسنو خوش آمدی گرسنه هستی جانم؟ ایجا اگه یک چیز بگویم ناراحت نمیشی؟ نه جانم چی شده؟ اگه جانم گفته گپ نزنیم خوب میشه مرا خوشم نمیه البته که میشه خب چی گفته تو را صدا کنم؟ فقط پولات درست است من برات غذا میکنم نه پیش از آمدن نگاه چیز خوردم میفهمم که خسته هستی اما حداقل اگه در وقت غذا با هم باشیم میتونیم مشکلات ما را راحت تر حل کنیم با گذشت زمانی کارم میشه مادرم به دیدنت آمد؟ بله آمد خب درباره چی گپ زدین؟ اینجا خانم میخوایم برات بگویم که تو عروس من نیستی مادرت مشکل خود واضح برم گفت مشکلش چیست؟ بچه ما اقا بچه ما نگو من از دخترم خوش هستم و دومشم قبول دارم حتما بچه از باز میبینی بیا که برای تو طاقت نشان بدم اگه خوشت نمد باز تأخیرش میدیم فکر کردم که شاید هم به خاطر حادثه و هم به خاطر طفل راحت نباشی فکر خوبه که دیجا یک چند مدت دگام به خاطر این فقط همراه خانوادیم باشم خوب میشه چطور یعنی؟ میم تو را میبینم بعدن وقت خواب اونجا میرم صبحم دخترم دیدم مبرویم دکتر گفت که باید زیاد وقت خود همراهش سپری کنم چند لحظه صبر کن من لوازم خود جمع میکنم به خاطر چی؟ مام همراه تو میایم یک چند هفته اول در یک خانه مشکل می داشته باشیم اما بالاخره میگذره چطور؟ ایجا چند لحظه جانم میبخشی پولاد نبزش آیسته است عاجل داخل ببرنش
تیموری بچه. زنده باشی. خوش آمدین. خوش باشین. خوش باشین. ایلف استراحت است پدر. امرای مادر تلویزیون میدید. دو اتاقش است. بین بین. کی آمده؟ مهمان میخواین مادر؟ تو چی میگی بچه؟ اینجا خانه خودت است. البته جانم اینجا خانه کلم است. چطور هستین؟ بچه من فکر کردم که تو می باشی. بعد دیدن ایلف آمدی؟ نه مادر، می باشیم. خب درست است بچه. صبح که ایلف بیدار شد وار خطا میشه. چرا وار خطا شد مادر؟ او نمیفهمه که پولاد پدرش است. به هر شکل که باشه عادت میکنه مادر. مثل هر کس دیگه او عادت خود کرد. حال ما هر کس شدیم بچه. لطفاً بر اتاق من نشان بدین. میخوایم لوازم ما جا بجا کنم. بیا دخترم. چرا این کارا میکنین مادر؟ هنوز ما ایره عروس قبول نکرده. وقت خانه ما آمد و جا بجا شد. درست است مادر. ایلفا ایجاره گرفته میرم. تو که هر گپی ای زن قبول میکنی بگی و برو. نظیفه خانم که حساس از دخترم. مشکل نیست پدر جان. شما تشویش نکنین. هرچی نباشه اون مادر ما میشه. اینا را بانی جا میریم. ایلف هم گرفته میریم. مرا مجبور نسازین که تصمیم خدا بالای شما به قبولان. پدر نمیبینین که معلم چی میکنه؟ هیچ دخترم با خود نمیگیره. تو هم با خود نگی. خب خواب راحت داشته باشین. کی به تو ای کارا را یاد داده ایجا؟ تخم پخته کردن دیگه چی است؟ ای همه خو کار شما نیست. مردمای مثل شما ای کارا را خوش ندارن. دیگه چی نمیکنن؟ میگن آشپزخانه داخل نمیشن و غذایی که بدلشان نباشد دستم نمیزنن. همه تو رسه میده خانم؟ تو بعد دیگه به ای غیبت ها باور نمیکنم.
شما در اینجا خواه شده؟ ما خواهمش همینجا میخوابیدم. من خو هیچ وقت ندیدیم. پیش از بیدار شدن تو میرفتم، حالا دیگه منصرف شدیم. درست است. من میرم و یک گلوی چای مینوشم. لطفاً ایلای کنید. باز گپا میزنی. من خواست رازی گپ نمیزم. ایلای کنید. خیر. صبحانه آماده است. این لیلا بود. نه خیر، ایجا. ایجا کی هست؟ خانمم؟ خانمتون آمدن؟ I can speak in English. No problem. We will continue English from now. Fine. I want orange juice. I will bring for you. حمید خانم مرا به اتاقم ببر. غاب مالتا خواست. تو یک لقمام نخوردی. چیزی را که باید میخوردم خوردم. لطفاً به خاطر بچه‌ت لطفاً. برو برابان دروازه را باز کن. من میرم. صبر دخترم، من میبینم. صبر. چطور هستین؟ خواستم یک بار ایفه ببینم باز برم. خوش آمدی دخترم. خوش باشید. صبح بخیر. صبح خیر. صبح خیر. دخترکم دختر قندم خوش آمدی. خوش باشید. لالو جانم خوش آمدی عزیزم. لیلا بگی تو را با یک نفر معرفی کنم. با کی معرفی میکنی؟ حالا بیا دیگه بیا. بیا. سلام. خانم کاکو پولاد هست. ما معرفی هستیم. خداوند لعنتش کنه. خانم به خاطر بچه‌ت آرامشت حفظ کن. حالا من از اینجا ببر. یک من خبر نبودم پدر کردم. همیشه ما آخر خبر میشه. بیا دخترم، بعد از این همه چیز از همه که اول با دخترم میگین. ما سیر شدم. داخل میرم. بشی بچه‌م بشی. چقدر خوب همه با هم چای بنوشیم. میشه مادر، می نوشیم. من تلویزیون سعی میکنم. بیا بریم. نمیفهمیدم که صبح نمیخوردین. اگر این مزاحمتان نمیشدم. چند وقت همینجا میباشیم. دیشب هم همینجا بودیم. پولاد همراه روانشناس گپ زده. گفته باید وقت زیاد را با دخترش سپری کنه.
جامعه است ربات هوشمند ما و این پرنده ها بعد از هر شبکه دلخواهت کدام است؟ ما میفهمیم که قره زنده است. یگانه چیزی را که نمیفهمیم این است که فعلا اینا نموینه یک دقیقه دخترم. من دخترتون ما نیستم. خوب میفهمیم که قاتل قره نامه کیها حمایت میکنن و به خاطر بروی سر شبکه را آمدن تبدیل می‌خواهیم کنیم. که خود دولت به حرکت خود آغاز کنه. ماما این بده پرونده انتهای بی نهایت قره گفتم بده ها را به لطفا شکل از بین برده. دولت همیشه از دموکراسی و قانون اساسی گپ میزنه. اما قسم خوشایی میشه هیچ کاری را به طبق دموکراسی یک لحظه دخترم. که بسیار جای تحصیل بگا پول های خوب باید بگویم اگر دولت برادری ملت هم میخواید و اگر یک لحظه میخواید مثال میان مردمی کشور حکم فرما باشه تا امروز ملت ما بسیار مورد شکنجه قرار گرفته. قربانی های زیادی هستند که قاتلایشان نامعلوم است. خب اگر دولت ما را عناصر مهم میدانه و از جمله رعیت خود فکر میکنه باید این قاتلی که قره نام داره گرفتار شود و یا اگر دولت بخواید که سیاست های رد نمودن و نادیده گرفتن خود ثابت بسازه و اجازه به تکی قاتل مثل موش پنهان شود، این ضربه بزرگ روحی به مردم است. تو چقدر یک شخص بزرگ بودی قرار نامت در تاریخ ثبت میشه و برای همیشه جاودان میمونه. بیشک با خدا ما براتان نشان میتون که شما با کی طرف هستین. مردم آلوده است تا به دیگران در عبرت باشن. باز وقت قبول میکنیم که دولت ما را از جمله رعیت خود فکر میکنه. در غیر او از ما هیچ کدام توقعی نداشته باشه. بابا ایگه چی آمدیم؟ این داد مریض تنها با سیروم خوب میشن. حق به جانب استی تا که گوشت نخوره خوب نمیشه. کل اینا را میکشیم. با گوشت نه با شیر خوب میشن آخر آباد. اگه به جوهر مامان شیر میدادی در شفاخانه خوب بود. مثل ایناست. بابا ایام گوز و مسئول شیر شفاخانه هم گوز. این داد تو این بوجی ها رو نمیبینی؟ این بوجه چی شده؟ خوراک گواد اینجا فرق میکنه. این داد چطور خواهر زاده؟ بله ماما، اما اینا مصارف خودشان پیدا میکنه. اگر این بسیار مشکل است که اینا را سیر کنه. فعلا هم پول در جیب ما شیران مفادش است و هم سرمایه دار هستیم. نیستی؟ استغفرالله ماما، خواهر زدی شازه هستیم. آفرین متوجه گواب باشه. من انسان ها را خوش ندارم اما حیوانات خوش دارم. شیر میتن دان دارن و زبان نی. بفرمایین خانم داستان. زنده باشی. لاله خانم در تلویزیون خوب نمایش انجام داد. یک بار بیایه به مام نمایش بده. یک بار ببینیم که در او پرونده چی نوشته است. درست از خانم داستان. ای دوستان تازه آمده؟ بله. لیلا فرمان. کدام قره؟ همون قره مشهور. خیلیت باشه. با قره چی کار داری؟ دورم شناسی؟ دیدیش یا که با هم ملاقات کردین؟ تا جایی که ما میفهمم خود مرده. زنده است؟
بچم حالا برش مساکن بته گایا درست است بیادر. پوسا چطور است؟ حالتش بسیار وخیم است؟ تمام استخوانش شکستاندن رئیس. ماموتی امروی ما بیا. رئیس حالا امروی اینا چی کنم؟ هیچ کار نکو ماموتی. چطور یعنی؟ یه کار از ازا بدون پاسخ با نه؟ ماموتی حالت جوهر خودت دیدی. بی کار هیچ کس بی پاسخ نمیمونه. یه عدالت نیست رئیس. جوهر پوساد یکی است. از مرگ پوساد کده خوب است. چی میگی رئیس؟ اگه میخواست میکشتمش ماموتی، یعنی که زیزای موضوع را فراموش میکنه. تو برای فعل فراموش کن رئیس. خدا نکنه اگه پوساد بموره، بازی تنها دعای تو نه، دعای ما میباشه. اما اگه خوب شوه این موضوع بسته میشه. کار را که زیزا بازو فخار کرده نمیبخشم، ولی ما نمیخوایم که عین کار او را کده و پایشه بشکنانم. رئیس گفتم که موضوع بسته شد ماموتی. بس است دیگه. محترم، فکر میکردم شما پیش من خود آمدین، اما من خودم آمدم. نه، نظر به ای که نامدیم حتما کدام خفگی داریم. اتفاقا ما به همین خاطر آمدیم. بازم برای ما افتخار بخشیدین. بسیار زیاد خوش هستم از ای که بجای هارون فیلر آمدین. تشکر میکنم. بفرمایید. چرا از ما خفه هستین؟ جوزف برادر، گفتین بیا آمدم، گفتین برو رفتم. ما چه اشتباهی کرده بودم که مرا نادیده گرفتین؟ ما خواستیم که کمی استراحت کنین و قوی تر برگردین. نه، راحت بودن در روی این خاک ها از مرگ کده بدتر است. شما واقعا اشتباه کردین. ما ایره نمیگم، سوریه میگه، لیبیا میگه، مصر میگه، عراق میگه، تمام موضوعات به هم ریخته تان میگه. گفته های اونا مهم نیست محترم، چیزی که شما میگین مهم است. نه، ما یک زمان جوان بودم، با این وعده هایتان میلیون ها نفر دور هم جمع میکردیم. حال دیگه جوان نیستم که به وعده ها دل ببندم. محترم شما بگوین، اگه به میادین برگردین دوباره میلیون ها دلار به دست میارین؟ ملت ما میفهمند زمانی که سایه ما سرشان بفته چی باید بکنن آقا جوزف، و میادینم پر میکنن. اما به خاطر چی؟ امریکا کدام خواسته شما را برآورده نکرده؟ سمت سرمنشی سازمان ملل بر من نداده. از مکده بهتر پیدا کردن میتونه. چرا تو یک چیز میخواین؟ ملل متحد لازم و ضروری هست، اما با این توطئه نه خیر. به خاطر چی؟ این مؤسسه مسلمان ها نیست جانم. شخصی که با فرهنگ غرب و مسلمان ها آشنایی دارد سمت سرمنشی برش کاملا مناسب هست، یعنی بهترین گزینه است. معامله را از بلندترین نقطه آغاز میکنین.
در این خاک هر کس منتظر یک صلاح الدین ایوبی جدید است. اگر میخواین یک صلاح الدین جدید پیدا کنین، باید براتان بگویم که به صلاح الدین نیاز نیست، به شمشیر نیاز نیست، به صبر نیاز است، به ایوب نیاز است. از مکد ایوب خوبتر پیدا میشم. بیادر، بسیار خوش شدم که میبینم. زنده باشی. چی گپ است؟ خوب هستی؟ خانواده چطور هستن؟ خوب هستن، از برکت شماست. پاشو، افراد شما دنبال ما هستن. راست میگی. لالا زهراده تلویزیون گزارش داد. حال دیگه اجرایی نیست. پس بگی مرا ببر. بیادر، شما در روزای بعد مرا همراهی کردین، به خصوص زمانی که زخمی بودم. چطور شما را بفروشم؟ راستش اگر کدام بدی از ما دیده باشین، همیشه مرا بکشین. جانم، کاشف اغلوی مشاهد مخفی است. بله بیادر. تو محل او را برام پیدا کن. این همه کارهای امولانتی است. پیدایش میکنم. اینجا را ببین. ما هیچ قسم خودم میزنه. تو امامی قسم آجل کاشف اغلو را به ما پیدا میکنم. درست است. وای وای وای، ببین از سلام برات انداختیم. بونوش بچم این رقم کش کن. جوهر بونوش که زود خوب